ازم قرار ما ویدیو بذاریم در درس جدید که چرا و چگونه دعا کنیم. اگر از شما این سوال بکنم که چرا و چگونه باید دعا کنیم، قطعا خیلی تجربیات داریم و خیلی درس‌ها یاد گرفتیم و میدونیم که چرا و چگونه دعا کنیم. تو این درس رکنای مهمی رو در این زمینه میگه، ولی حقیقتش من یه سری موارد به قلبم بود، میخوام سعی کنم کوتاه یه چند تا موضوع، چند تا کلمه بزنم که تو این درس نیست ولی میتونه عاملای خوبی باشه در زمینه که چرا دعا کنیم. اول چرا؟ ببینید شروع کنم من بگم اگه کسی کاغذ خواست یا خودکار اینجا هست برای نوت برداری. عزیزان من همین امروز صبح داشتم نگاه میکردم، صحبت میکردم، ما از اون سر وقتی صبحونه میخوردیم دیدم که صحبت شد از رنج‌های مختلفی که در دنیا وجود داره، نه فقط تو کشور خودمون، در سطح جهان وجود داره. چون می‌خواستیم دعا کنیم بعد بشیدیم در واقع تو زمینه شخصی خانواده‌های خودمون، بین عزیزانمون نیازها بسیار زیاده و دردها به مراتب وحشتناک زیاد و بعضی وقتا می‌بینیم نیروهایی هستن که میخوان طوری آرامش ما رو از ما بگیرن، آزادی ما رو بگیرن، ایمان ما رو از ما بگیرن و ما رو یواش یواش افسرده میکنن. این نیروها کجا هستن؟ کیا هستن؟ طبق کلام خدا ما 3 تا دشمن داریم. این دشمن حضور داره، ما نمیبینیمشون ولی حضور داره. یکی از دشمنای اصلی ما در اصل اون طبیعت ما، نفس ماست که اون گناه بزرگی در واقع گناه اولیه است. در ما اون به دنیا آمدیم، از جنین ما این طبیعت آلوده رو داریم. پس علت دردها یکیش اول اون طبیعت ماست. به جای که محبت کنیم نمی‌کنیم، جنگ‌ها ایجاد می‌کنیم، نبردها، فشارها، زخم‌ها، تیرها، آسیب‌ها، زخم زبون‌ها، خودخواهی‌ها، همون که یک بار درسشو داشتیم، خودمحوری‌ها. پس یه دشمن اولیه که درون ماست. نمیتونیم تمام تقصیر رو به شیطان بندازیم. شیطان نیروی بعدیه. شیطان استفاده میکنه. شیطان وقتی بهش قدرت بدم قدرت داره. وقتی خودمو تربیت نکنم شیطان میاد در واقع روی اون طبیعت من سوار میشه و خیلی بلاها ایجاد میکنه. موضوع سوم دنیاست. با تمام اون اسمها، از ادیان بگیر، از هندویسم بگیر، بودیسم بگیر، اسلام بگیر و تمام ادیان و تمام اون که در دنیا هست که میخواد آرامش رو از ما بگیره. نمیخوام وارد این 3 دنیا بشم توی زمان بره، ولی ما 3 تا دشمن داریم. یعنی اوضاع خیلی قاراش میشه، اوضاع وحشتناک دردآوره، چون 3 تا دشمن داریم. در واقع قصه در نمیریم، برای همین مسیر روی صلیب رفت، برای اینکه ما رو بذاره تو مرحله آزادی. ولی اینا وجود داره تا زمانی که ما زنده هستیم، اون نفس ما وجود داره. ولی هرچی روی صندلی عیسی مسیح بشینیم اون نفس ما میره زیر صندلی، ولی اون نفس از بین نمیره، همیشه اونجاست. هرچی بیشتر تربیت بشیم در خدا من، اون صداش خفه میشه، روح خدا قوی تر میشه. ولی وجود داره، شیطان وجود داره، ولی روش قدرت نمیدیم، مثلا روش زندگی نمیکنه، مثلا اهمیت بهش نمیدیم، روش فوکوس نداریم، ولی میدونیم قدرت داره. من همین چند روز پیش برای یه خواهری که 30 سال بود ندیده بودمش، ولی میگفت من روحای پلید برای من دعا شده، همسرم رفت، بچه‌هام رفتن، میدونم برای من دعا شده. کسی که کار غیبگویی میکرد، کار رمالی میکرد، کار فالگیری میکرد، گفتم در نام عیسی ایمان داری؟ گفت آره. اون تو استور بود، من توی استانگه دعا کردم در نام عیسی، دعا میزد، گفت من نشد تو کمرمه، من تو شکممه، الان اومده توی گلو. بعد رفت خونه به من زنگ زد، خانمی که تحصیل کرده است، خیلی هم در واقع تحصیل بسیار خوبی داره، کارش رو بسیار عالی هم درست داره. گفت ناصر آزاد شدم، تمام افسردگی و خشم رو رفت. چی بودیم؟ گفتم ما قدرت داریم، در واقع نام قدرت خدا هم به ما داده که روح‌ها رو آزاد میکنه. چرا؟ وقتی در بند افرادی قرار میگیریم که با روح‌های پلید زندگی میکنن، دعاهایی که میشه در واقع روح‌ها وارد میشن، اون دعوت میشن، ولی در واقعش قدرتی ندارن، چون برای اون
قدرت مسیح هست، روح مسیح هست، صلیب مسیح بر ماست، خون مسیح هست. حالا چون گفتم اوضاع قاراش میشه، یه دوستی دارم یه حرف جالبی زد. گفت بعضی وقتا اینقدر من حواسم پرته که امروز نمیدونم ساعت 12 با 1 نفر قرار دارم یا ساعت 1 با 12 نفر قرار دارم. اون بعضی وقتا افکار من چیه؟ در صورت حالا پس چرا دعا کنیم؟ اصلا تو همچین دوره هستیم، توی همچین جنگی هستیم، در همچین میدانی هستیم که مگه وقتی وارد خونه ما بشه توی راهروی ما یک صلیب من خریدم، زیرش به انگلیسی نوشته زندگی شکننده است، بدون دعا پیش نمیره. زندگی شکننده است، نیاز به دعاست. چون در اصل من یک بار موضوع مطرح کردم کلیسا، ما خیلی جاها میریم، خیلی جاها باید باشیم، باید بریم، ولی مسئله این که باید برگردیم خونه. اگر ما به این درس امروز به این کلمه خودتون برسیم، نه برای اینکه من دارم اینو به شما منتقل میکنم، اگر به این کلمه برسیم که دعا یعنی اومدن تو خونه. ما خیلی دوست داریم بریم خونه، وقتی خسته‌ایم، سر کاریم، جاهای مختلفیم، بریم خونه. ولی میریم خونه همیشه آرامش نیست، همیشه بی‌درد نیست. وارد خونه کثیفه، غذا درست نشده، کار مختلف باید انجام بدیم، به او من سر کار دارم، تمام اون کارا انجام بدم. ولی خونه‌ای که من صحبت میکنم، خونه روی پاهای این دوسته، روی نشستن روی قلب خداونده. اگه ما به این برسیم، من میتونم با جرأت بگم خیلی از کارا ساخته شده. مسیح گفت جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. خاطرتونه؟ وقتی درس میده توی یوحنا 15 میگه من درختم، شما شاخه‌های منید. اگه در من نباشید، تنیده نباشید، خوش میشید. این نیروهای سه نیرویی که گفتم خوشتون میکنه و افسرده میشید و هزارها بلا سر میاد. ولی میگه جدا از من هیچ کاری از شما ساخته نیست. پس عزیزان، این مسئله که دعا یعنی دعوت به خونه موضوع اساسی از دید من. این بزرگترین درسی که من گرفتم شریعت نیست. اوه حالا برم دعا کنم، اوه الان خدا از من عصبانی میشه. نه، اتاق عشقش رو تو هست. ولی وقتی با اون میایم رو درتا صحبت میکنیم، مثل که من با مامانم خیلی رابطه خوبی داشتم، همچنان مادرم و من همیشه با هم رو خیلی موارد صحبت میکردیم. یه دوستای خوبی که من دارم، مشاورین خوبی که دارم، میرم راحت میتونم این از این اتاق بیرون نمیره. 100% مطمئنم از اتاق بیرون نمیره. روی همه بدبختی‌ها، فلاکت‌ها، سختی‌ها، زخم‌ها، روی دردها صحبت میکنم، روی افتادن‌ها صحبت میکنم، چه آسیب‌هایی که دیدم، چه مشکلاتی در بزرگ شدن بچه‌ها داشتم، چه مشکلی با خودم و همسرم داشتم. تمام اینا رو میرم صحبت میکنم. بعد میبینم هاللویا چطور هم روی خدا من نشون میده که خواهد من از سیاهی آوردی بیرون، نداشتی اونجا بمونن، آوردی بیرون. بعد حالای درد میکنم، برام دعا میشه. میبینم واقعا به طور روزانه احتیاج دارم. حالا شده 5 دقیقه، شده نیم ساعت، شده 1 ساعت صبح من روی خونه قرار میگیرم. نه تشریفات ها، نه کلیشه ها. از کلیشه ها صحبت نمی کنیم، ولی این موارد هست که کمک میکنه ما رو. من میتونم خیلی راحت بگم مسیح شما ببینید که وارد هیچ کلیشه میشه، فقط در نام مسیح. چون تمام قدرت آسمان و زمین به مسیح داده شده. کلید ورود برای رسیدن به خدای پدر مسیحه. به هیچ کسی این قدرت داده نشده. خیلی راحت دارم میگم مسیح عزیزم، خداوندم. بعد خیلی مثل دنبال شلوغتی هم نمیگردم، چون تشریفات و شریعت نیست. خیلی راحت میدونم من الان تو این لحظه میخواد منو محبت کنه، میخواد منو نوازش کنه، چون آدم تو خونه میخواد به من یک قدرت بده و میخواد منو بسازه. و بعضی وقت میخواد کوههایی که من فکر کنم خیلی بزرگه ولی جابجا میکنه. به حقیقت ادا در نمیارم، ادای بخوام حرفای بی ربط زده باشم. تجربه کردم کوهها رو واقعا جابجا میکنه. خیلی تجربه عمیق، خصوصا این 2 سال اخیر دارم برای این جابجایی. چون من یک دعا یه طرفه نیست، دارم با یکی صحبت میکنم، دارم میشنوه، بعد کلمات که میخونم میرم از قاب در میاد، کنار من قرار میگیره، ببینم چه کارهایی که انجام نمیده. که هاللویا. همین امروز تو نخوام بد بود، خیلی حالا من مریض شدم. گفتم اوه چه روزی، من امروز کلی کار دارم، فردا قرار دارم. خداوند همون دعایی که هفته پیش برای دخترم کردم، زنگ بابا واقعا من شفا پیدا کردم،
حالا خیلی بد بود، گفتم همون قدرت بر من قرار میگیره. باور کن بلند شدم، میز صبحونه برای ما آماده بود، ای خوب شدم. واقعا یعنی مرتب ملاقات میکنی دستشو کرد. حالا تو بده، من خود زمین و آسمان تو قوت رو بدم چون من اعتماد کردی، با من صحبت کردی. منظور این که این دعاهای ما وقتی به خونه میام واقعا دو طرف است. واقعا تو این مشارکت میاد خداوند قسمت‌های حساس زندگی رو لمس میکنه. چون خیلی سخت زندگی کردن. من نمیدونم مردم بیرون چجوری زندگی میکنن. واقعا دلم براشون میسوزه. چجوری میتونن زندگی کنن؟ یه روز دختر بزرگم میگم آخه سال تو من میدونم الان اینقدر گرفتار کار و زندگی هستی، واقعا چطوری زندگی کنی؟ تو چرا دعا نمی‌کنی؟ یار با خیلی سخته. آره من رو بهش میگم واقعا زندگی سخته، بدون دعا خیلی کار سختیه. از این رو چون میگم اوضاع کاراش میشه، قسمت‌های کور نه فقط برای غیر مسیحا، برای ما هم زیاده. قسمت‌های سیاه و تاریک و دردمند خیلی زیاده، چون ما هم رو همه چیز کنترل نداریم. هرچند که همیشه خوب انتخاب کنیم، خوب زندگی کنیم، ولی همه چیز کنترل نداریم. احتیاج به یه امنیت داریم. و امنیت رو داریم واقعا، فقط بهش اعتماد داشته باشیم و وارد این رابطه صمیمی و محرم با این خدای خالق، خدای زنده بشیم و وارد این خونه بشیم و نه فقط تبدیلمون میکنه، نه فقط محبتمون میکنه، کلیدا رو دستمون میده. بعد برعکس اونجا میاد میگه که یه قسمت جالبی رو خونده شد، اون عقبیه لق شد جلوی خدا. نگو من چی رو دارم، نگو من چه درسایی خوندم، چه راهایی رفتم و الهیات خوندم. خدای در من رحم کن. لخت شد جلوی خدا. در واقع خدا میخواد که لوش لخت بشی. من واقعا دردها رو دارم. مسیح هست، من اینقدر مشکلات الان دارم، این وضعیت دارم، بچه‌های منو میبینی، عزیزان منو میبینی، کشور منو میبینی. این میاد در آغوش میگیره خداوند، شفا میده، چون طبق کلامش میگه من کسی هستم که تو رو خلق کردم، من میدونم سعادت تو چیه. یکایی که اون حمید ناصر کیارش سعادت تو نمیدونم چیه. پس هرچند که اگه صادق باشیم میبینیم که همیشه اون چیزی که میخوایم دور بر ما نیست. نه تو محیط کارمون، نه تو خانواده، نه بین بچه‌هامون، نه جایی که هستیم. از این رو باید بیایم تو خونه. این امیدوارم واقعا حک بشه توی مغز ما، تو قلب ما، که بیایم تو خونه وقت بذاریم. قطعا همه تو وقتی سفر میریم برای چی؟ که شارژ بشه، که وقتی برمیگردیم میایم نروژ میایم خونه شارژ باشه. ولی باور کنید خیلی خوب سفر کردن. من خودم میبینم میام خونه شارژ هستم، فقط وقتی شارژ بشم میرم به خونه پیش عیسی مسیح. معمولا صبح این کار میکنم و اینجا میخوام بیش از این جلو نرم. فقط یک قسمت میخوام رو تخته بنویسم و بعد اعلام میکنم. اینه که من به این شکل دعا میکنم. ببینیم ما چند نوع دعا داریم. صحبتی که با هم میکردیم از وقت دعاهایی با این وقت اشتباهه، چون یه اصلاح نیست از این فرمول پیروی کنید. ولی اگه میخوایم پیروی کنید، ببینیم ما یه خدای پدر داریم تو آسمانه، هیچ وقت روز زمین نیومده. خدای پدر کسی ندیده. ما میتونیم دعا کنیم در نام خدای پدر، همونطور که خوندیم تو دعای ربانی. عیسی چطور دعا کرد؟ گویا پدر ما که در آسمانی. داره با پدر صحبت میکنه. پدر هیچ وقت جسم نشده، انسان نشد. پسره که جسم شد، پسره که همه دیدن، پسری که در عهد عتیق خودش رو نشون میده، از اشعیا بگیر، موسی بگیر، تا زمانی که به یوحنا خودش رو مکاشفه میکنه. پسر. وقتی ما دعا میکنیم میتونیم در نام خدای پدر دعا کنیم، ولی در آخر در نام مسیح مردم شفا میکنه. یعنی من یه بار دعایی رو شنیدم گفت ای خدای پدر ممنون که بین ما اومدی. نه، خدای پدر هیچ وقت بین ما نیومد. اون پسر رو بین ما اومد، تمام قدرت به اون داده شد. ولی روح قدوس هم در واقع همیشه کارش اینه که نورافکن رو روی عیسی می‌ندازه. تمام درسات عیسی داد. عیسی جواب پیدا میکنه. فرمولیده که میتونه کمک کنه. اینو توی هفته گذشته قصه چای قهوه من گفتم.
حالا میتونم تخته بنویسم که بیاد داشته باشین. فرمولی که من به کار میبرم اینه که اول با پرستش خوبه، در شروع با پرستش شروع کنیم. پرستش که کوتاه باشه، خدا رو برای صورتش بخوام، نه برای برکاتش، برای صورت خودش، برای اونچه که هست، برای زیباییش. بعد با آ با اعتراف کنیم. اعتراف با توبه است. اعتراف باید خداوند من اعتراف میکنم دیروز یا دیشب اتفاقات افتاد، میخوام به حضور برم، بین من تو دیوار نباشه. اون چیزی که روی خدا نشونده، چه کاری، چه حرفی، چه عملی کرده که فکر میکنی قلب خدا شکسته شده و همزمان شاید به تو تصویر بده که مثلا الیاس باید بری از اون تقاضای بخشش بکنی. من دیروز تو رنجوندمت. کوچیک نمیشی، واقعا بزرگ میشی. وقتی با فروتنی از همدیگه طلب بخشش کنیم، در کلام هست خصوصا برای زن شوهرها میگه قبل از که سپیده دم بزنه با هم آشتی کرده باشید. یعنی شک و تلخی نخورید قبل از سپیده دم. این کلام خداست. یعنی اگر اختلافی هست، موردی هست، با فروتنی اصلا طلب بخشش کنید و تا صبح نشده آشتی شده باشه. ولی آرامشش خدا ما رو نمیخواد سختی بار رو سختی ها بکنم، میخواد آرامشش به ما باشه. و بعد لغت چی؟ لغت حرف ش، یعنی شکرگزاری برای اون چی که واقعا خدا هم به اون داده. و بعد چهارمی دال دعاست. پس پرستش، اعتراف، شکرگزاری، دعا، این 4 تا همش میگم پاشد لغتی که یادمون مونه. بعد موقع دعا نمیگم این کارو بکنه، شریعت نیست، من این کمکم میکنم. واقعا موقع دعا من اول تو دعا با خداوند صحبت میکنم، بعد برای همسرم دعا میکنم، اگه با هم نباشیم تنها باشم برای همسر دعا میکنم، بعد برای خانواده که دورم هستن، بعد برای خانواده مسیحی، بعد برای دنیایی که من نمیشناسم میبرم چه افرادی از چه کسایی باید براشون دعا کنم. این در واقع از میشه خدا، همسر، خانواده مسیحی و دنیایی که ما رو نمیشناسن، دنیایی که وقت داریم شاید 1 نفر باشه، شاید 3 نفر، خدا هم ما نشون میده برای که دعا کنیم. من دارم تخته می‌نویسم. پس اگر موافق باشین ویدیو رو می‌بینیم. کدوم پی آ شده؟ یکیش